امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 3 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار بکنیم و نکاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون این لایک ها و کامنت ها هست که این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت بکنید و من انگیزه بدید که بتونم این راه رو هرچی بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 3 4/4 برای قطعات 4/4 دور ریتمیک ما 4 تاییه. توی هر میزان 4 تا شماره میشماریم به صورت 1 2 3 4 مثل درس 1 و 2. تمام نوت‌هایی که تو این قطعه داریم همه نوت‌های سیاه هستن، حالا یا نوت سیاه یا سکوت سیاه. این کشش ما همه معادل یک ضرب سیاهه که یک شماره براش در نظر میگیریم. همونطور که توی خط اول شماره ها رو براتون نوشته، خط‌های بعدی رو هم به همین شکل میشمارید و تمرین میکنید. از نظر جمله بندی هر خط این قطعه رو به عنوان یک جمله در نظر میگیریم. یعنی خط اول میشه عبارت اول، خط دوم جمله دوم، خط سوم جمله سوم و خط آخر میشه جمله چهارم ما. خیلی ساده است. وقتی میخواید این نوت رو تمرین کنید روی ساز، برای حفظ کردنش سعی کنید مسیر اجرا شدن نوت‌ها رو روی سنتور یاد بگیرید و طبق اون مسیری که رو سنتور داره حرکت میکنه جای نوت‌ها رو حفظ بکنید. تو خیلی راحت‌تر میتونید با نوت‌ها ارتباط برقرار کنید. بریم از اول شروع بکنیم و نوت‌خوانی کنیم و جمله به جمله روی ساز اجراشو یاد بگیریم. خط اول نوتامون هست دو ره، سی دو، لا سی سل و آخرش هم یه دونه سکوت داریم. به راست و چپ توجه میکنیم. نوتایی که بالاش 8 یعنی با دست راست اجرا بشه، نوتایی که بالاش 7 یعنی باید با دست چپ اجرا بشه. پس به این شکل این نوت‌ها رو روی سیمای سفید اجرا میکنیم. میدونیم این نوت‌هایی که توی محدوده خطوط عامل هستن یعنی که باید روی سیمای سفید اجرا بشن. پس نوتامون هست دو ره، سی دو، لا سی سل. حالا اگه اینو بخوایم با شمارش بزنیم با سرعت کمتر به این شکل در میاد: 1 2 3 4 1 2 3 4. به صورت پله‌ای یکی یکی میاد پایین. دو ره، حالا همین یه نوت میایم پایین‌تر. سی دو، همین یه نوت میایم پایین‌تر. لا سی و آخرش یه دونه نوت سل میزنیم. پس این مسیر رو خیلی راحت شما میتونید روی سازتون یاد بگیرید و طبق اون پیش برید. میریم سراغ جمله دوم که اگر جمله اول خوب یاد گرفته باشید جمله دوم براتون خیلی راحت تر میشه. نوتامون روی سیمای زرده چون نوتا اومدن پایین خطوط حامل و هست سی دو، لا سی سل لا فا. پس میزنیم روی سنتور روی سیمای زرد سی دو، لا سی سل لا فا. طبق شمارشش اگه بخوایم بریم میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ جمله سوم که باز میاد رو سیمای سفید. نکته‌ای که اینجا هست باید بهش توجه بکنیم، نوت می که روی خط اول داریم، اولین نوت خط سوم کنارش علامت کرون داره. این نوت می توی سنتور ما 2 تا جا داره، هم خرک هشتم سیمهای زرد و هم خرک اول سیمهای سفید. ما میدونیم که این نوت می اگر کنارش علامت کرون باشه مثل اینجا میشه خرک اول سیمهای سفید، ولی اگر علامت نداشت میشد خرک هشتم سیمهای زرد. پس این نوت می رو باید خرک اول سیمهای سفید بزنیم. نوتامون هست می سل فا لا سل سی لا. پس از می میریم بالا، می سل فا لا سل سی لا. میشماریم 1 2 3 4 1 2 3 4 و میریم سراغ جمله آخر که باز چون نوتا پایین خطن رو سیمای زرد اجرا میشه و نوتامون هست سل سی لا دو سی لا سل. میزنیمش سل سی لا دو سی لا سل. میشماریم 1 2 3 4 1 2 3 4 به همین سادگی. حالا من یه دو قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که
که بدونید که در نهایت شما چی باید اجرا بکنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. استاد پایور بسیار تاکید بر این داشتن که این قطعه های اولیه رو با سرعت کم خیلی آروم اجرا کنیم. اولا اینکه هنرجویی که تازه شروع کرده آموزش رو باید زمان داشته باشه که این نوت ها رو دقیق اجرا بکنیم. ما اگر تند بزنیم فرصت اینو نداریم که دقت ضربه هامون رو بهش توجه بکنیم و دقیق ساز بزنیم. و نکته دوم اینه که شما بعد از همین اول یاد بگیرید که با ریتم همگام بشید و هرچی سرعت شما پایین تر باشه این مهارت رو بهتر به دست میارید. الان من اگه قطعه رو براش مترونوم بذارم، خب همونطور که میبینیم سرعت قطعه رو 48 گذاشته استاد پایور. خب ما سرعت قطعه رو میذاریم روی 48 4 ضربی. مترونوم اینجوری شروع میکنه به شمردن 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خیلی با حوصله، خیلی آروم، ولی سعی می‌کنیم ضربه هامون دقیق و خوش صدا باشه. این قطعه دیگه نکته خاصی نداره، خیلی ساده هست و بیشتر هدفش اینه که شما کشش سیاه رو به خوبی یاد بگیرید و این نوت‌هایی که توی منطقه سیمای سفید و زرد هست رو به خوبی روش مسلط بشید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که حتما این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید، این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و من رو حمایت بکنید. ممنون از شما.